آکادینو، آکادمی گروه ملی انفرماتیک، شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. 10 سال. آره. 94 بود دیگه، 94 95 بود که من استارتاپ رو داشتم و برام جالب بود که شماره‌مو سیو کرده بودی، همچنان داشتی و برداشتی زنگو و جالب بود برام. فکر میکنم تو این زمان دیگه نباید به سیو کردن یه کسی کردیت داد. این نشون میده که فرد شماره‌اش عوض نکرده، شاید کانتکت لیست خوب داره و شاید چند تا بکاپ خوب داره میگیره. الان به نفع من حرف زدی؟ نه، این فقط همون چیزیه که هست. این اون چیزیه که هست. آره شروع شد، هست و نیست شروع شد. آره برام خیلی جالب بود، یعنی بعد از این همه وقت یه خاطره های خیلی خوبی بود از اون دوره پرشور و هیجانی که چرا کلمه هیجان نمیتونم بگم، داشتیم اون موقع استارتاپ را مینداختیم با بچه ها و شما هم اونجا حضور داشتی، خیلی به ما کمک کردی ولی زود رفتی از پیش ما. یعنی چیزی که یادمه حداقل اینه که تا قبل از اینکه ما بریم شما رفته بودی و اصلا یادم نیست که کجا رفتی، ولی خب دوست داشتم که خیلی بیشتر با هم حرف بزنیم، یه دور هم مرور کنیم ببینیم که چی به چی شده تا الان توی این 10 سال و قبلش و الان که کوچ شدین دیگه. نه الان من همون آدمم. آره. خب یه ذره پس بهار مازندرانی رو برای ما شرح بدیم امروز. خدا رحم کنه با این زبون من قرار بتابه تا آخرش. به نظر شما داره اتفاقی میفته که امروز اینجوری میتابه؟ نه اوکی. چون گفتم اگر یک چیزی داره کار میکنه که زبون داره نمایشش میده، اول اونو بررسی کنیم بعد با خیال راحت بریم. اوکی اومدم تراپی پس. نه اصلا این سوال بود، برای اینکه دلم نمیاد شما زبونتون اینجوری بگید. شما میدونم شما اینجا قصه سر اینه که 12 ظهر داریم ضبط میکنیم. آره و تا حالا ضبط 12 ظهر نداشتیم. احساس میکنم 12 ظهر خیلی سخت‌تر از 12 شبه. سعی میکنم مثلا یه جمله فلسفی بگم که مثلا عجیب غریب بشه، ولی بیا یه ذره از بچگی شروع کنیم، بیایم جلو ببینیم چیکار کردی. چیکار کردیم؟ چقدر جالبه وقتی آدم عقب نگاه میکنه به زندگیش. آره. جمله قبلیتون این بود که بهار مازندرانی کیه؟ من میخوام بهتون بگم که این موجودی که اینجا نشسته رو یکی صدا کرده بهار مازندرانی. خودم دارم از بیرون بهش نگاه میکنم. یه آدمیه توی کره زمین، توی موقعیت جغرافیایی، با یه برآیند حرکت از نقطه A به B که در نهایت به نظر 0 میرسه در نقطه تهران داره حرکت میکنه دیگه. چی براتون از این موجود بگم؟ این موجود تو مسیر زندگیش اگر درسشو خونده اومده مثل همه و به مهندسی نرم افزار میشناسنش که این فضا رو برده جلو و فضای مدیریت رو، این دوتا رو برده جلو و بعدش هم دوربینش رو از بیرون برگردونده به سمت خودش. خب چی شد که مهندسی نرم افزار، چی شد که مدیریت و چی شد که دوربینه رو چرخوندی؟ آره مهندسی نرم افزار که خب علاقمندی خودم بود برای که جهان رو از زاویه‌ای بشناسم که بهم توانمندی میده، بهم بال میده. در واقع دنبال یه چیزی بودم که بهم بال بده. ولی مدیریت اونجایی شد که نرم افزار رو رفتم جلو و دیدم که بیشتر از این که یک موقعیت توی کار رو، یک موقعیتی از کار رو توش باشم، ترجیح میدم که بتونم رهبر ارکستر باشم. یه ارکستر رو تدارک ببینم و توی اون فضا برم جلو. این شد که مدیریت خوندم و بعد دکترای مدیریت کسب و کارم و پاریس گرفتم و بعد برگشتم. تو اون زاویه‌ای که با هم داشتیم کار می‌کردیم تازه در واقع برگشته بودم و خب ابتدای کارم بود اینجا که خیلی هم دوران قشنگ بود. هر چی دارم یادم میاد. و اینکه چی شد که دوربین رو برگردوندم سمت خودم. اونجایی شد که دیدم که چقدر ما تو مسیر زندگی، همه آدم‌هایی که اطراف من بودن، چقدر در درون شلوغیم.
و این شلوغی درون باعث میشه که عملکردمون توی بیرون اون چیزی نباشه که میتونیم. خب این یه ذره سخت شد، باید بازش کنیم. آره، عملکرد درونی ما، حالا خیلی میپریم وسط حرف ولی یعنی یهو میره، ولی اگه دوست دارید همینو ادامه بدیم. اوکی. آقای تیموتی گالوی یه کتاب داره به اسم مربیگری به سبک بازی درونی. خب چی میگه؟ میگه که با تنیسورا صحبت کرده، دیده که اونجایی که میتونن خوب توپو بزنن یه صدایی تو درونشون هست که میگه میتونی، تو میتونی این کارو بکنی، و اون صداه بر نمیگرده بگه دیدی تو دیروز نتونستی، تو پری روزم یه بار اشتباه کردی، پس پری روزم پاتو کج گذاشتی از دستت در رفت. آقای گالوی متوجه شده، چون خودشون مربی بودن، متوجه شده که آدم‌ها تو درونشون دارن با خودشون بازی میکنن و اگه بازی درونی رو با خودشون بتونن ببرن، بیرون فقط انعکاسی از اون بازی درونیه. یعنی من اگر تو درون خودم اعتقادم بر این بشه که میتونم یه کاری رو انجام بدم، میتونم انجامش بدم. در مورد اعتقاد خیلی نه. صحبت نمیشه. مثلا شما همین الان اون لیوان دستتونه، اگر دیروز این لیوان از دستتون همین زاویه افتاده باشه، احتمالاً نصف مغز شما الان داره روی این کار میکنه که دیگه نریزه. در صورتی که اگر تجربه بدی در زمینش نشه باشین و اعتماد به نفس داشته باشین که حالا ریختم مثلا چه اشکالی داره، تمام حواستون با منه و از گفتگویی که داریم بهترین عملکرد در میاد، بهترین اتفاق شکل میگیره. خب این سر همین گند زدنم همین اتفاق میفته دیگه. یعنی چیزی که داری میگی همون سوال همیشگی منه که وقتی که یکی یه گندی میزنه، همیشه وقتی که دوباره به اون موقعیت میرسه، دقیقا همون قصه لیوان است، ترس و نگرانی از این تو وجودش احتمالاً وجود داره که دوباره اون اتفاق نیفته و چی کار کنه که اون اتفاق نیفته. این خوب نیست به نظرت؟ نقطه همین جاییه که الان گفتیم. این آدم اگه فکر میکنه که دیروز وقتی اون لیوان ریخته گند زده، الان همچنان درگیر میمونه که اون گنده اتفاق نیفته. این اتفاق دیروز تعریفش این بوده، یک لیوان افتاد. خب و هیچ گندی نیست. این یک اتفاقیه که افتاد، یک تبعاتی داشته و در اون لحظه بهترین عملکردمون بوده اومدیم مثلا رو زمین ریخته، تمیز کردیم و عبور کردیم. اگر شما یک صدای درونی همچنان داشته باشین دیروز دیدی، تو احتمالاً با پوزش احتمالاً تو بیورزه بودی که دیروز مثلا این ریخته از دستت، احتمالاً دیدی تو همیشه این کارو میکنی، مامانت هم همیشه بهت گفته که این کارو میکنی، بازم این اتفاق افتاد، نکنه این اتفاق بیفته، یه عالمه کلماته. ولی اگه اینجوری باشه دیروز یک لحظه از دستم لیوان افتاد و این اتفاق در دیروز تمام شد، معنایی نداره. این معنای گند و معنای برخلاف گند چی داری؟ موفقیت مثلا. اوکی. هر چیزی که شما میگید. اگه گند و موفقیت رو مترادف قرار بدیم، متضاد هم قرار بدیم، اینجوری میشه که شما یه چیزی رو درست انجام دادن، یه چیزی رو گرفتن لیوان خب خیلی درست و غلط نداره، ولی خب مثلا لیوانتون نریخته، لیوان بهترین عملکردش رو برای شما داشته، شما هم داشتین می‌خوردین، قرار بوده آب خورده بشه دیگه، هیچ اتفاقی نبوده و هیچ تعریف دیگه ای نیست، هیچ معنای دیگه ای تو اون لحظه نیست. ولی اگه بگیم افتاد، من بیورزه بودم، من که چند بار این کارو کردم، من فلان فلان، امروز شما نصف سی پی یو مغزتون روی اینه که دوباره تکرار نشه. خب اوکی. ببین این تو همه اتفاقایی که حالا من اسمشو میذارم گند زدن هست دیگه. یعنی فرض کن که شما یک شریک زندگی اشتباهی انتخاب میکنی، شما یک شریک کاری اشتباهی انتخاب میکنی، شما تو مسیر کاریت یا مسیر زندگی شخصیت 1001 تصمیم اشتباه میگیری، خواسته یا ناخواسته. خب حرفی که شما داری میزنی اینه که این تیکه رو فراموش کن، این مال همون زمان بوده و الان دوباره از نو بسازش یا از نو تصمیم بگیر. اگه درست شما رو شنیده باشم شاید 4 دفعه کلمه اشتباه رو گفتین. اشتباه یه معناییه که شما به اون اتفاق تو زندگیتون میدین. خب. انتخاب یک شریک کاری اشتباه یه صفتیه که ما رو شریک کاری میذاریم، در صورتی که یک فرد بوده اومده در یک سری تعاملات به هزاران دلیل بازی درونی من و بازی درونی اون نتونستیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. بهترین عملکرد چی بود؟ اینکه ما هنوز شریک بودیم،
اینکه با هم دیگه خوش و خرم داشتیم مثلا پول در می آوردیم و داشتیم به سمت جلو حرکت می‌کردیم، چقدرم لذت بخش بود. اون اتفاق که انتظار ما بود نیفتاده. یه چیز دیگه اتفاق افتاده که چی؟ که در یک جای ما خاتمه دادیم همکاریمون رو. حالا مفهوم اشتباه اینجوریه، آخ من تو زندگیم چقدر اشتباه کردم، در صورتی که اینا اتفاقی بوده که افتاده و یه چیزی بوده که شما در درونش خودتون رو بهتر شناختین و اون هم خودش رو شناخت و نتونستین، نکردیم، گفتگو کردیم، با تشکر از همدیگه جدا شدیم. اوکی، این وسط ما داریم یه چیزایی رو هم از دست میدیم دیگه. چی رو از دست میدیم؟ مثلا زمان، عمر، سرمایه، هزار تا چیز دیگه. از دست دادن، این هم یک معنای دیگه است. شما زمان رو هیچ کاری هم نکنید ازتون عبور میکنه. به قول نیچه زندگی آرام به جلو میخزد. هیچ کسی هیچ کاری در مورد زمان نمیتونه بکنه. و اگه بگید من با مثلا شما همین الان دارید این گفتگو رو با من انجام میدید، در انتهای این گفتگو چی میگید؟ میگید زمانم از دست دادم؟ نه قطعا. چرا؟ با چه معیاری؟ ببین وقتی که دارم یک هدفی رو پیش میبرم، یک تولید برنامه‌ای داره اتفاق میفته، یه چیزی داره به دانش من اضافه میشه، از یک مصاحبتی دارم لذت میبرم، خب همه اینها چیزیه که اون مفهوم از دست دادن رو برای من حداقل کمرنگ میکنه. یعنی از دستش دیگه نمیدم، دارم میگم صرف چیزی دارم میکنم که برای من لذت بخشه، یک مصاحبت، یک هدف کاریه، یک هدف در واقع شخصیه که داره ادامه پیدا میکنه. خب اوکی، پس دیگه اسمش اونجا نمیذارم از دست دادن. قشنگ بود. پس دو قسمت توش داره برای شما از دست ندادن. یکی که در راستای هدفتون باشه اگه درست شنیده باشم، یکی هم که براتون لذت بخش باشه. آره. خب با اون شریکتون در روزهای اولی که کار میکردین که نمیدونستین روز آخر قرار اونطوری بشه، احتمالاً تا یه حدی ممکنه لذت برده باشین و در راستای هدف زندگیتون بوده. با این تعریف در نهایت خب ما تو یک بخشی از زندگی رفتیم جلو، یه بخشی نتونستیم بریم جلو، چی میشه؟ حالا چجوری میشه یهو تعریفش میشه از دست دادن؟ جایی که همه چیز در واقع برعکس اون چیزی که تصور میکردی میشه. حالا اینجا انتظار میاد. حالا دیگه لحظه نیست. حالا میشه زندگی غیر اصیل شما. حالا به اصالت شاید الان هنوز نرسیم، ولی اینجوریه که پس چه جالب، پس شما در لحظه داشتی لذت و هدف رو داشتی، پس در لحظه از دست نرفته. پس یه معیار شاخص دیگه هم داریم که اوکی من زندگیم آن زمانی از دست نرفته که حتما تهش هم خوب باشه. خب من تبریک میگم بهتون، اینجا کره زمینه و ما در کره زمین خیلی نمیتونیم این رو نمیتونیم این رو برنامه‌ریزی کنیم و یه اینجا ایران هم بهش اضافه کنید دوباره. شاید تجربه زیسته من نه از کسی دفاع میکنم نه نمیکنم، یه مقداری من جهان وطنی هستم. برای من فرانسه بودم، آمریکا بودم، هند بودم، ایران بودم، برای من اینجوریه که یک انسان داخل مغزش زندگی میکنه و اگه اونجا شلوغ باشه هیچ ربطی به اطرافش نداره، فقط و فقط اگه شلوغ باشه. خب برگردیم به همون هدفه. یعنی اگر ما اون چیزی که انتظار داریم نشود، لزوما این نیست که اون کارهایی که قبلش کردیم کار اشتباهی بوده یا تصمیم غلطی بوده. میشه چنین چیزی گفت. قبلی ها معنای خاصی نداره، شما در لحظه تصمیم گرفتید و انجام دادید، انگار که آخرش بسته بندیش میکنید، یه پاپیون هم روش میزنید میگید از دست رفت. خب ببین اینجوری که داری میگی یعنی من همیشه باید در حال زندگی کنم دیگه. شاید خیلی مفهوم در حال بودن. میخوایم مثال الان رو بیاریم. یه مثال الان. سوال اصلیتون چیه؟ دنبال کدوم مفهوم هستین که اونو دنبال مفهوم گند زدن هستم، دنبال مفهوم شکست هستم، دنبال مفهوم سقوط شما هستم، دنبال مفهوم این که اصلا ببین چیزی که بذار اینجوری بگم، وقتی که من با تماس گرفتم که دعوتت کنم بیای تو این برنامه، یه جمله به من گفتی که اصلا همه چی رو تکون داد واقعا. گفتی آقا جون اوکی من میام ولی بدون که چیزی به نام گند زدن وجود نداره. برای من، برای شما. خب این برای من خیلی جذاب بود دیگه. یعنی این که آن چیزی که من دارم حول محورش میچرخه مثلا شاید وجود نداشته باشه. خب برای من گند زدن به این مفهومه که یک کار اشتباهی، یک تصمیم اشتباهی صورت میگیره،
حالا شاید یک تایمی آدم بیاد بشینه حسرتش رو بخوره به خاطر اون از دست داده هاش و نرسیدن به اون اهدافی که تعیین کرده بوده و یه چیزایی هم یاد میگیری قاعدتاً ازش، یعنی اون آموزه های تو رو اضافه میکنه برای اینکه دوباره شاید اون مسیر رو نری و لزوماً مسیر اشتباهی که یک نفر رفته مسیر اشتباه من نیست، یعنی شاید من از همون مسیر برم و اتفاقا به موفقیت برسم. اینها چیزایی که من بهش باور داشتم زمانی که میخواستم این در واقع کار رو بسازم و این در واقع موضوع رو بیام یه ذره بولدش بکنم، فارغ از اینکه همه دارن راجع به موفقیت صحبت میکنن و یه جوری ترسیم شده انگار موفقیت یه خط صافه، از نقطه A به نقطه B قراره برسیم و هیچ پیچی وجود نداره، هیچ مسیر انحرافی وجود نداره و حتما شما اگر 5 صبح بیدار شوید آدم موفقی میشه. اوکی؟ اگر من قبل از خواب 10 صفحه کتاب بخونم، نمیدونم روتین صبحگاهی داشته باشم و همه اینها، باور کن من همه اینا رو تست کردم. اوکی؟ من اصلا آدم مثلا روتین صبحگاهی نیستم. اصلا اصولا آدم کار انجام دادن کار روتین نیستم و مطمئنم اگر من کارمند بانک می شدم نفر دومو میزنم، قطعا میزنم، اینکه هی بیاد یه فیشی من هی همون کارو بکنم، من نمیتونم. ذات من نیست. خب حالا هی دارم بحث تو بحث میارم، ولی اینها چیزایی بود که من قرار است که برنامه راجبش بسازم و شما یه حرفی زدی که من تکون خوردم و رفتم گفتم 2 روز منو فرستادی رو دنبال نخود سیاه، دارم 2 روزه دارم میخونم که ببینم اصلا چی قراره بشنوم و چقدر قراره سورپرایز بشم راجبش و برام جذابه واقعا. حالا پس یه عالمه مفاهیم بود دیگه. یه عالمه است واقعا. آره واقعا. اینها چی هن اگر واقعی نیستن؟ در مورد واقعیت یه پرانتز کوچیک میخوام باز کنم. واقعیت هر کدوم از ما با اون یکی متفاوته. شما این اتاق و اینجا رو یک جوری تجربه میکنید که من تجربه نمیکنم و واقعیت برای من از نقطه نظر خودمه. لذا کلمه واقعیت خیلی کلمه بزرگیه. الان میتونم بگم تجربه زیسته من، این پرانتز بسته چون خیلی مبحث بزرگیه، اساتیدم هستن الان در اون زمینه نمیخوام، ولی برای خودم بحث گند که دوستش داشتید یا تکونتون داد، فرض کنیم که یک دونده هستیم، دونده 100 متر. خب اگه شما نقطه ابتدای راه بخواین استارت بزنید به چی فکر میکنید؟ به اون خط پایانی که باید برسید. به خط پایان. درود بر شما. الان اگر دیروز وسط راه خورده باشین زمین، باز به چی باید فکر کنید؟ به این فکر میکنم که چجوری روی اون پایی که آسیب دیده فشار نیارم که به اون هدف برسم، به اون نقطه پایانی برسم. اگه همچنان من دونده ام البته. آره دیگه شما دونده اید. اوکی. پس الان یه تیکه از مغزتون رو پایانه، یه تیکه از مغزتون رو پاه. طبیعت. خیلی خوب. شما برای اینکه تمام عضلاتی که سایکوموتور کار میکنن، با مغزتون کار میکنن، بتونن در لحظه فقط برن به سمت هدف، چی لازم دارین؟ نمیدونم. اینجا سوال جوابی نیست، ولی پیشنهادم اینه که خب فول مغز باید کار کنه دیگه، با تمام پتانسیل باید کار کنه. طبیعت. این نصف پتانسیل میگه دیروز دیدید پاتو کج گذاشتی، نمیدونم فلان شد. علت این که میگیم گند یا این خودخوریه که اگه دیروز این اتفاق نیفتاده بود الان بهتر، الان راحت. دقیقاً. ولی ببخشید من حرف تو قطع کنم، به این میگی ذهن شلوغیه و خیلی چیزای دیگه. خب اوکی، برگردیم دیگه. شما ولی الان من شما رو فقط تو نقطه شروع لازم دارم. اوکی. یک دوستی بغل دست شما هست که اونم دیروز افتاده. ولی چی میگه به خودش؟ دیگه ببین دیروز افتادی، تا شب رفتی پاتو ماساژ دادی، کاراتو انجام دادی، اتفاقی بود که افتاد و الان در مغزش هیچی نیست، اون فقط داره نقطه پایان رو میبینه. احتمال زیاد با توان مشابه بدنی شما 2 نفر احتمال زیاد وجود داره که اون زودتر از شما برسه، برای اینکه شما نصفش دارین پتانسیل درونیتون استفاده میکنید که پام اینجوری بود، الان وسطش اونجا بودا، ببین 1 متر دیگه الان میرسم، الان اونجا بود، دیروز افتادم، بعد میرید من که افتادم مثلا گوشه پاچه شلوارم مثلا جر خورد، بعد مربی اینطوری گفت، بعد اینجوری شد، یه عالمه حرفه
و فکر شما اونجاست. حالا همه این نکته این چی رو نشون میده؟ که شما با اون گذشته دیروزتون کامل نبودی. کامل بودن یعنی رفت توی گذشته و گند نیست. گند یک بار معنایی به گذشته است که شما رو تو گذشته نگه میداره و امروزتون رو از دست میدید. چند ثانیه از پرفورمنس مغزتون رو به خاطر یه دیروزی از دست میدید. حالا نکته اینه که هیچ وقت ما نمیگیم آها دیروز افتادی، اصلا افتادی و ولش کن. نه نه نه. نکته اینه که دیروز در موردش فکر میکنیم. خوردیم زمین چیکار کنیم؟ کفشمون مشکلی داشته، چیزی بوده، اصلا چیز خارق العاده بوده، یکی از آسمون اومده ما مثلا افتادیم. همه اینا رو صاف میکنیم و برای فردا چیز دیگه باقی نیست. حالا ما یه مثالی داریم میگیم که 30 سال پیش توی جاده بارون باریده. الان اون جاده خیسه یا تره، خیسه یا خشکه؟ خشک. پس چی میشه ما آدما امروزمون رو مثل 30 سال پیشمون زندگی میکنیم؟ چجوری میشه که من نحوه رفتارم امروز میگیم شما الان کلمه‌ای که گفتید من ذاتاً اینطوری نیستم. بهتون قول میدم اگه فردا 2 میلیون دلار بهتون بدن ذاتاً اونطوری میشید. برای باجه؟ به خدا با 1 میلیون هم میرم. خب همین. نکته اینه. دقیقاً همینه. ولی دوستش ندارم. قبول دارم. ولی چی شد که رفتین؟ شما که ذاتاً اینطوری نبودین. ذات خیلی فرق داره. مثل اینی که داینامیک بدن انسان 4 دست که نداره، 2 تا دست داره. ذاتاً ما 2 تا دست داریم. ذاتاً اینجوریه که اگه 1000 میلیارد دلار هم بهت بدن نمیری. ذاتاً جمله کاملی نیست. آه. نکته اینه. نوع بودن شما رو امروز آینده‌ای تدوین میکنه که بهتون گفته میشه. اگه بگم امروز بیا فردا 2 میلیون دلار میدم، میگه ای بابا من میرم. اگه بگم نه فردا خبری نیست، میگه نه بابا دیگه من ذاتاً اینطوری نیستم، نمیرم. چی شد؟ چه فرقی کرد؟ چی فرق کرد؟ پس نقطه‌ای در آینده امروز منو تغییر داد. این یک سرنخ بزرگ برای بشره. یه سرنخ بسیار بزرگه، چون ما آینده‌مون رو شبیه گذشته‌مون زندگی می‌کنیم. خب ببین آخه یه چیزی رو الان این وسط به نظرم داریم از دست میدیم. اونم اون ببین این خودش یه تجربه است دیگه. خب حالا زمین خوردن شاید خیلی مثال دم دستی باشه براش دیگه. خیلی اتفاقات بزرگتری میفته تو زندگی. خب ولی ما این تا اتفاق کلمه‌ها رو میخوام انتخاب کنم، خیلی باید دقت کنم. آره. این تا اتفاق ناجور برامون میفته، ان شاءالله که هیچ کس راجع به اتفاق ناجور چیز نگفته باشه. تو زندگیمون میفته، تصمیم اشتباه میگیریم، راه اشتباه میریم به هر دلیل. اوکی. این هم مطمئنم ازش که شاید خیلی از اونها در زمانی که داریم اون تصمیم رو میگیریم بهترین تصمیم اون زمان بوده است. اوکی. من اون زمان تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم، با فلانی شریک بشم، با فلانی ازدواج بکنم، این راهو برم، اون راهو برم. خب اوکی. یعنی آگاهانه احتمالاً داریم تصمیم میگیریم اون موقع که یک مسیری رو انتخاب بکنیم و ولی خب تاش به اون تارگتی که داریم نمیرسیم و شاید اسمشو بذاریم گند زدن. قاعدتاً اگر بخوایم فقط پروندهش رو ببندیم و بذاریمش کنار و همه چی رو بسپاریم به این که اوکی این مال یک گذشته بوده، اتفاق افتاده، تموم شد، خدافظ، زندگی در جریان است، برویم جلو، اون تجربه چی میشه پس؟ یعنی قراره چیزی بشه، تجربه سر جاشه. خب اوکی، کی قراره ازش یاد بگیریم؟ هم موقع ازش یاد میگیریم. این که چیزی گند نیست. یه سوالی، یعنی فقط اگر اسمشو بذاریم گند ازش یاد میگیریم؟ نه لزوما دیگه. من دارم کشف میکنم تو کلام شما چیه ها، دارم پیدا میکنم. ببین همه آن چیزی که در طول روز داره بر ما میگذرد از نظر من حاوی چیزهایی است که به ما چیز یاد میده. خب حاوی اتفاقاتی است، حاوی درس‌هایی است شاید و فلان. انت آدم رو داریم میبینیم اطرافمون، انت چیز داریم میخونیم، انت چیز داریم میبینیم، همه اینها هست. خب ولی اون چیزی که میشه تجربه زیسته خود آدم خیلی فرق میکنه با چیزی که تو از بیرون میبینی. اینو قبول داری؟ همش تجربه زیسته است دیگه. از صبح تا شب شما تجربه زیسته دارین. یعنی فقط وقتی گند بزنی میشه تجربه زیسته؟ نه فقط گند زدن، آن چیزی که برای خود من به وجود بیاد، چه موفقیت، چه گند زدن، چه شکست خوردن. اینم الان رفت تو تجربه هم.
این چیه، موفقیت یا گند زدن؟ الان گند زدم و براش نتونستم بگیرمش. الان شما فقط این رو گرفتین؟ چجوری من گرفتین دیگه؟ مهم نیست باش. نه نمیدونم، برای شما مهمه، من که اصلا من خب اوکی، ببین الان شما اینو انداختی، من اولش نتونستم بگیرم و بعدش دوره برش داشتم. خب این برای من شاید گند زدن نباشه، ولی همینو بیار تو زمین فوتبال و من الان یه دروازه‌بانی ام که شما توپو شوت کردی و من نتونم بار اول بگیرم و گل میخوره تیمم و ممکنه باعث شکست تیمم بشه. اینجا من گند نزدم همچنان. اون که خیلی تمرین بوده. یه دقیقه برگردیم رو تجربه شما. ما معمولا مرسی توی اتفاقاتی که اینجوری داریم تجربه می‌کنیم راجع به دیگری خیلی نمیتونیم بگیم، یه چیز انتزاعی رو نمیتونیم. میخوام رو تجربه شما تمرکز کنم. در لحظه‌ای که من دستامو بردم سمت این، چی فکر کردین؟ میدونستم میخوای پرت کنی سمت. میدونستین؟ آره. بعد از اینکه پرت کردم چی شد؟ اگه میدونستین بر اساس چیزی که خودتون گفتین مثل که درست اولش نگرفتین، چی شد که اولش درست نگرفتین؟ نمیدونم. چه فکری تو اون لحظه توی، اگه صادق باشیم دیگه اینجا خیلی دیگه. با صداقت لحظه به لحظه مغزتون رو بگین. این داشت میومد، میخواستم برش دارم که یه حدسی زدین. یک، شما حدس میزنین. دو، بعد چیکار کردین؟ چی بود؟ سعی نکردم آماده بشم برای گرفتنش. اوکی، با چه هدفی؟ سعی نکردین آماده بشین؟ گفتم شاید پرت نکنه. گفتی شاید پرت نکنه. آره. خب دیگه چی؟ دیگه بعد چی شد؟ پس یه شکی کردین که این میبره ولی این پرت نمیکنه. یه چیزی بین این که شاید بندازه شاید نندازه، ولی سعی کردم که مشتبه تو اذیت الان همین که بین این که بندازین و نندازین، آیا رو پرفورمنس شما تاثیر گذاشت؟ نه. پس چی شد که اول کامل نگرفتینش؟ میگم خیلی آماده نشدم براش. خب آماده نشدنتون ناشی از این نبود شاید که ببین حتی اگه آماده هم میشدم شاید زاویه‌ای که به من میرسید اون زاویه‌ای که من انتظارشو داشتم نباشه و نتونم بگیرم دیگه. خب من سوالم این بود که وقتی داشتم پرت میکردم شما تکون نخوردین؟ نه. نیومدین جلوتر. چی پشتش بود که تکون نخوردین که بتونی کامل بگیرینش؟ نمیدونم، بس بهش فکر نمی‌کردم. مثلا داره ضبط میشه. نه واقعا. نه من نمیدونم، من همشو دارم فقط کنجکاوی میکنم. نه اتفاقا امروز هم جام راحت‌تره. آره اون صندلیمو عوض کردم و دارم لذت میبرم از تکیه‌ای که دادم بالاخره بعد از 2 جلسه. اوکی. فضایی که من الان خلق کردم یه فضای ابهام بود و یه چیز یهویی. و چیزی که شما حالا اگرم نخواستین بگین هیچ اشکال نداره، بعداً اگه فکر کنین هر آنچه که در مغزتون اتفاق افتاد یک نقشه کامل از کل زندگیتونه. ممکنه بندازه، ممکنه نندازه. پس شما همیشه یک سایدی رو در نظر میگیرید که ممکنه اتفاق نیفته. من بودم بلند می‌شدم گفتم آقا بده به من، ببینم چی، یعنی جدی آدم‌ها سر همینا با هم متفاوتن. این یک ابهام بود و آدم‌ها در لحظه ابهام بیشترین آشنایی رو با مغزشون پیدا میکنن. حالا از این میخوام چیکار کنم، چه درست و غلط که نداریم این وسط دیگه. نه دیگه. اوکی. نه شما اگر می اومدید میگفتید یه دقیقه صبر کن من آماده نیستم، آها شما همیشه میبایستی آماده باشین. اوکی. تکون نخوردین. شما کانسرنی دارین نسبت به ضبط؟ چیزی دارین؟ نه ندارم. بهار این گند زدم دیگه اول نگرفتم. پس شما هر چیزی رو که اول نگیرین ممکنه برداشتتون این باشه که کامل نگرفتین، یه چیز ناکاملی اونجا بود. همه اینا الان طبق این بلوپرینتی که در ثانیه از مغز شما گرفتیم، طبق این میشه یک مثلا تاریخچه زندگی رو برگشت و دونه دونه سرنخ پیدا کرد و این اتفاق تکرار میشه. نیاز به بستری هم داره. مسئله همینه. اتفاقا وقتی اولش صحبت کردیم شما گفتید اومدم تراپی. خیلی بد شناخته شده. مسئله من تراپی نیست. مسئله من این که انسان آینده، این انسان تنها ابزارش مغزشه، ولی جایی که نمیشناسه مغزشه. قبل از اینکه ادامه این قسمت رو ببینید یه نکته رو باید بهتون بگم. آکادینو، آکادمی گروه ملی انفرماتیک، حامی باحال و درجه 1 این قسمت از پادکست گندمه. آکادینو یه پلتفرم آموزشی خلاقانه توی صنعت بانک و پرداخته که یک عالمه کارهای باحال و جذاب دارن که من سعی میکنم توی هر قسمت یکی از اونها رو برای شما معرفی بکنم. بخشی که امروز میخوام براتون معرفی بکنم آکادینو توره. توی این بخش شما با استفاده از خدمات ویژه‌ای که آکادینو در اختیارتون قرار میده میتونید با شرکت‌های پیشرو صنعت بانک و پرداخت آشنا بشید، تو فضاشون حضور پیدا بکنید و حتی با فرصت‌های شغلیشون آشنایی پیدا بکنید.
پس تا فرصت دارید وارد سایت آکادینو بشید و برنامه‌های آکادینو تور رو ببینید و توش ثبت نام بکنید. می‌دونید یه چیزی من اولش گفتم، آره همون که گفتم انگار اومدم تراپی. من آخه خودم با آدما زیاد این کارو میکنم، خصوصا اگر قرار مصاحبه کاری باشه. من سعی میکنم که اون آدمه رو استخدامش بکنم. خب نه تجربهشو، نه تحصیلاتشو، نه آن چیزی که بلده رو، چون همه اینا قابل آموزشه بهش. خب برای حداقل من میثم دهقانی چیزی که مهمه اینه که با کسی کار کنم که بفهممش، اونم منو بفهمه تا جای ممکن و بتونیم کنار همدیگه کار بکنیم و کنار همدیگه اون تایمر رو به سلامت بگذرونیم. خب یه جاهایی حتی آدمی انتخاب میشه که کاملا برعکس من داره فکر میکنه یا تصمیم میگیره و خیلی وقتا این عامدانه اتفاق میفته از سمت خود من، به خاطر اینکه نیاز ندارم به اینکه تحسین بشم راجع به تصمیمایی که میگیرم. اتفاقا نیاز دارم به اینکه یکی اون کلامشگر رو بذاره سرش و بگه داداش کجا داری میری، این مسیر اشتباهه و فلان، حتی منو به چالش بکشه حتی و من بتونم جوابشو بدم. اگر من تونستم اون آدمو قانع بکنم، احتمالاً تصمیم به موفقیتی که تو ذهن من هست، که حالا کار نداریم موفقیت واقعا موفقیت هست یا نه، نزدیکتریم، یعنی مسیر نزدیکتری میرسیمش. ولی مشکلم اینجاست. ببین شما میگی برای ما بد جا افتاده. آره، نمیخوام خیلی برم توی تراپی رفتن و اینها عمیق بشم. میخوام در واقع به این برسم که ما کی قرار بوده یاد بگیریم، مثلا کجا قرار بوده به ما یاد بدن و کجا به ما یاد دادن که چیزی به نام ذهن که به قول تو مهمترین بخش چیزیه که آدم باید بشناسه از خودش، کی قرار بود ما یاد بگیریم؟ قرار بود خیلی وقت پیش یاد بگیریم، ولی دستفرمون یادگیری در جهان، همون دوربینه که بهتون گفتم، خب همون دقیقاً دستفرمون یادگیری از بیرونه. انگار بشر اومده روی کره زمین و فقط از بیرون باید اطلاعات دریافت کنه. به خاطر همونه که خودش رو در نظارت نسبت به بیرون، در مقایسه و در مواجهه با بیرون میبینه، در صورتی که همش مواجهه درونیه. مثلا یک دانش آموز اول ابتدایی روز اول رفته مدرسه. خب شما میگید کی قرار بود یاد بگیریم؟ هیچی، همون روز اول. احتمالاً دو روی کرد داریم. معلم بگه الف ب پ فلان، یکی دیوار رو نگاه میکنه، یکی در رو نگاه میکنه، یکی شروع میکنه گریه میکنه. این آدما دارن متفاوت یاد میگیرن. اون آدمی که شروع میکنه گریه کردن، اون ناکامل اومده اینجا، الان تو مدرسه نیست که چیزی یاد بگیره. این معلمه ولی چیکار میکنه؟ میگه ببین درونو ولش کن، بیا ببین من دارم میگم الف ب. و این آدم از همون نقطه یاد میگیره که بیرون ارجحیت داره به درون و من شروع کنم درون رو خاموش کنم یا بازیم تو درون باشه و بیرون اون چیزی که به من میگن رو ببرم جلو. لذا چه اتفاقی میفته؟ این آدم بزرگ میشه و بزرگ و بزرگتر و نگاهش نسبت به بیرون اینطوریه که پس هر چیزی که زندگی هست بیرونه. بعد زندگی بیرون بهش کاری رو، یه اتفاقی میفته. همین شراکتی که میگی، دو نفر با هم همکاری نمیکنن، چی برداشت میکنه؟ من موفق نشدم. آدمی که دیروز موفق نشده امروز چطور عمل میکنه؟ با یه کوله باری از شکست دیروز. اگه میتونسته اونو نداشته باشه چه جوری میشده؟ خب احتمالاً امروز فرش میرفته میگفته شکستی که نبوده. امروز بهترین پرفورمنسش رو، بهترین عملکردش رو با زندگی داشته. ولی نه، این آدم سنگینه. در صورتی که این آدمی که از درون یاد میگیره میگه ببین میثم، دیروز شراکتم رو تموم کردم ولی یه چیز خوب یاد گرفتم. من در مواجهه با چنین وضعیت‌هایی تو همکاری نمیتونم انعطاف به خرج بدم، اونم نتونست. پس من از خودم یاد میگیرم که این انعطاف رو ندارم. چه جاهایی برای من این هست و این نیست؟ اینجور جاها. آها، من یاد میگیرم در آینده اینطور عمل کرد داشته باشم یا رو خودم کار کنم اونطوری باشم. این آدم هر روز رهاتر و عمل کرده بهتر با زندگی. آخه ببین، اگر رو زمین بخوایم فکر بکنیم و رو زمین حرف بزنیم، انقدر شیک نمیشه رفت جلو که ببین تو یه کاری را انداختی، اصلا همون شراکت ها رو داریم میگیم دیگه. خب کلی اتفاق افتاده، کلی آدم جمع شدن، یه عالم هدف تعریف شده، رفتی اومدی هزینه کردی و حالا به هم خورد. خب
نمیتونی صبحش پاشی بگی که خب اوکی اون اینجوری رفت من اینجوری بودم پس اشتباه شد زندگی ادامه دارد فالا. یه تایم، پس اون تایم حسرت خوردنه، اون تایم عصبانی بودنه، اون تایم جنگیدن با خودت، اینا کجا میره؟ چقدر قشنگ میگی، چقدر قشنگ میگی. خواهش. زندگی در جریانه مگر اونجایی که گره های روانی برای ما هست. یعنی شما اگر به قول شما عصبانیت، حسرت و دیگه چی گفتین؟ دو تاش عصبانیت و حسرت رو یادمه. یکی دیگه گفتین جنگیدن با خودت. این سه تا اگر پس یه چیز جالب ما میشنویم. میثم امروز چندم بود دوستان؟ امروز 16. میثم تاریخ 17 یه جوری میتونه باشه به علاوه حسرت و جنگ و عصبانیت. خب اوکی. حالا خدایی نکرده من اصلا اینو نمیگم که اوکی اینا رو پاک کن بنداز بیرون، این خیلی غیر بشریه. من اینجوری میگم اوکی شما نیاز داری که عصبانیتتو پروسس کنی. چه جوری پروسس میکنی؟ ما بشین فکر کنی من از چی عصبانی شدم. حالا که اینجا هستیم دقیقا من کمک میکنی توی شراکتتون که به اتمام رسید. منم این تجربه رو داشتم اصلا فقط خاص شما نیست، هممون فکر میکنم همه بینندگانم این اتفاق براشون افتاده. شما تو شراکت از چی عصبانی شدی؟ یه تایمی راجع من صحبت میکنیم دیگه. آره. چون من دقیقا این اتفاق برام افتاده و احتمالا براتون اتفاق افتاده. من یه تایم خیلی زیادی تمام تلاشم این بود که طرف مقابلم رو محکوم کنم که اون این کارو کرد با من، اون این کارو کرد، اون این کارو کرد، آگاهانه اومد و به من ضربه زد و فلان و فلان و دنبال این بود که منافع خودش فقط حفظ بشه. تا این که فکر میکنم هلوش مثلا 4-5 سال پیش، با اینکه مثلا خیلی سال از اون اتفاق گذشته، من اون دوربینه رو متاسفانه یا خوشبختانه برگردوندم سمت خودم و با یک جمله روبرو شدم که مگه اون اومد از تو خواست که باهات شریک بشه؟ من رفتم سراغش، من اون آدم رو انتخاب کردم و لزوما اون آدم کار اشتباهی نکرده. اون آدم هنوزم همون شکلیه. خب اون آدم دقیقاً خودش بود. من بودم که انتظار اشتباهی از اون آدم داشتم. شاید من بودم که رفتم سراغش، من این اشتباه کردم و باید بپذیرم که این اشتباه یک بخشیش حداقل، اگر نگم بیش از 50%، ولی حداقل 50%ش سمت خود منم هست. یعنی من هم در واقع نقش داشتم توی اون تصمیم اشتباهه. حالا دوباره میرسیم به اون مفهومی که اشتباه اصلا هست یا نیست، ولی کار نداره. در خلق اون شرایط قطعاً اصلا در خلق اون شرایط که من 100% نقش داشتم، به جز اون تایمی که اون باید نه خلقشو دارم، خلق اولیه‌شو قطعاً من تصمیم، چون من رفتم سراغ اون آدم. خب من رفتم سراغ اون آدم، من خواستم که اون بیاد و متاسفانه اون قبول کرد و اومد و تهش شد در واقع اتفاقی که منو سالها اذیت کرد و هنوزم شاید پس ذهنم هستا قطعاً تو اون شلوغیه، ولی خیلی بهتر شدم نسبت بهش. یعنی اون گارد، اون حسرت، نمیگم نیست دیگه، هست بازم، چون شاید اتفاقات عجیب غریبی میافتاد و شاید اون هدفهایی که تو ذهن من بود تیک میخورد. خب ولی نشد، مسیر من عوض شد، اصلا من رفتم یه ور دیگه‌ای و اتفاقات دیگه‌ای برای من افتاد که شاید اگر اون شراکت به هم نمیخورد این اتفاقات رو هیچ وقت تجربه نمی‌کردم. چون از جایگاهی که الان هستم خوشحالم و آن چیزی که دارم و دوستش دارم، اون حسرت خیلی کم رنگ شده. یه وقتایی دوباره سعی میکنه خودش رو بکشه بیاد بالا، ولی دیگه زورش انقدر نیست. آها. یه سوالی دارم، یعنی یه بخشی از اون حسرت با یک دیدگاهی جایگزین شد به نام اینکه من هم بخشی از اون بودم و من بودم که درخواست کردم. آره. اینه؟ آره. چقدر جالب. شما فقط زاویه نگاهتون رو تغییر دادین و جهان عوض شد. دقیقا. سوال همینه، نقطه نظر همینه. یعنی البته من
اصلا در مورد اینکه نقطه نظر شما الان کجا بهتره باشه که من مثلا هیچ کاره هستم و هر کسی، کلمه ای که ما به کار میبریم و من خودم برای خودم دارم تمرینش میکنم اینه که در اصطلاح یک کتابی هست به اسم Mindset is Everything، یعنی نقطه ای که ذهنت رو روش متمرکز میکنی اون همه چیز رو تعیین میکنه. حالا شما نقطه رو قبلا اینجوری کردی که این آدم اومد به من ضربه بزنه، اصلا اومده بود تو زندگیش که به من ضربه بزنه، این یه نقطه است. چه انرژی تو زندگیتون به وجود آورد؟ انرژی این که ببین من یه کسی هم که یکی دیگه میتونه به من ضربه بزنه، احتمالاً من نتونستم از خودم، یا یه عالمه. این به شما یه نوع بودنی میده، یکی من ببین من تمام این افسوس میچرخونیم یه مایندست دیگه و جنگیدن با خودت و جنگیدن با خود فضای افسوس، فضای همش جنگه، فضای گذشته توی چاله‌ای در گذشته گیریم. فضای دوم، الان شما دومی رو تجربه کردین، ذهنتون چرخیده رفتن که ببین منم بخشی بودم و حالا با کمک کی چرخید؟ با کمک دوستی، تراپیستی، فیلمی، نمیدونم کتابی، هر چیزی ذهن چرخید. در این زاویه من خودم هم دخیل بودم. چقدر جالب، چقدر نوع بودن من عجیب‌تره، من الان میتونم حرکت کنم برم یه جای دیگه. حالا من یه نقطه دیگر رو دارم بهتون اینجا نشون میدم، میگم یه نقطه‌ای وجود داره که توش گذشته همچه خیلی هم معنا نداره، نه شما تقصیر داشتین نه اون تقصیر داشته، صرفاً یه مشارکتی رو با هم آغاز کردین که به یک دلایلی که دلایل ذهنی شما و اون بوده تا الان ادامه پیدا نکرده و هیچ چیز معنی دیگه‌ای نداره، فقط تا الان ادامه پیدا نکرده. این زاویه چقدر به شما قدرت میده؟ اگه این زاویه قدرت بخشه، چرا بشر همین رو به عنوان ابزار استفاده نمیکنه که بگه مایندستم رو خودم انتخاب میکنم و آگاهانه انتخاب میکنم؟ بهش نمیگم گند، بهش میگم این تجربه آنگونه که اتفاق افتاد، من اونجا چگونه ظهور پیدا کردم، خودم رو چجور دیدم. مثل پرت کردن این، شما در این 3 المان کوچیک از درون خودتون رو دیدین. تجربه شراکت هزاران المان از شما رو نشون داده. بعد احتمالا سلبریشن ما، حالا این سومی بود، یه جای دیگه هست که من در زندگی مایندسته، من در زندگی حرکت میکنم که هر آنچه که میبینم فقط آینه الگوهای مغزی منه. مثل من اومدم اینجا، این رو شما گذاشته بودین، 2 دونه آخرش بازتر بود و من سعی کردم مرتبش کنم. نکته چیه؟ من در لحظه به خودم آگاه شدم که بهار داری مرتب میکنی. چرا مرتب میکنی؟ خب به خاطر اینکه بعدا ممکنه بازی کنیم. خب مگه بازی کنی با اون نکته‌ای که اون طرفه چه اتفاقی میفته؟ خب ممکنه من زودتر ببازم. تمام این المان ها تو مغز منه و من اگر با خودم صداقت داشته باشم و شفافیت، رد پای اینو خیلی جاهای دیگه میبینم. و من الان خودم رو شناختم، من با کسی کاری ندارم، من بیشتر خودم رو شناختم. این کل مطلبه. مایندست من اگه اونجا ست بشه که در مواجهه با این هم خودم رو میبینم، اگر نه این همان گونه که هست، ولی من تکونش دادم، تغییرش دادم، همین منم. و بهار با همچین مغزی میخوای جلو بری، آیا این مغز به تو کمک میکنه که زندگی رو با بهترین پتانسیلت بری؟ من الان شفاف دارم میگم به همه. به نظر من نه، دوست دارم این تیکش رو یه ذره روش کار کنم، دوست دارم با این تیکش بیشتر آشنا بشم. همین یعنی همین داستان. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. آکادینو، آکادمی گروه ملی انفرماتیک.